سوره نصر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که نصرت و پیروزی الهی فرا رسد، و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، و مردم را دسته دسته ببینی که وارد دین خدا می شوند، فسبح بحمد ربك واستغفر، پس به ستایش پروردگارت را تسبیح گوی و از او طلب مغفرت نما، انه كان توابا، زیرا او بسیار توبه پذیر است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.